بیننده نوشتن که در خارج تحصیل میکنن، دوست کافر دارن، طبیعی است که در کلاس دیگر جاها آیا گناه دارد؟ گاهی اوقات دوستان از صحبت‌های ما در مورد ولا و برا و دوستی و دشمنی با کفار برداشت اشتباه میکنن، در حالی که همون صحبت ما را اگر کامل بشنوید تا آخر این رو بیان کردیم استثناء. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 8 میفرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کسانی از کفار که به خاطر دینتان، یعنی به خاطر اسلام، با شما نجنگیدن، شما را از وطنتان خارج نکردن، این وطنتان را اشغال نکردن، مانعی نیست که شما بر آنها چیکار بکنید؟ با آنها نیکویی برخورد بکنید، با آنها نیکی بکنید و با آنها به اصطلاح با عدل و مساوات برخورد بکنید. چرا که الله سبحانه و تعالی انسانهای عادل و انسانهایی که در پی مساوات و در پی عدالت هستن رو دوست دارد. ببینید شما الان در یک دانشگاه درس میخوانید، همکلاسی شما مثلا مستر جورج است یا مایکل است یا هر کسی است، نصرانی است، نه با شما دشمن است، نه با شما جنگ داره، نه مثلا سربازی است که سلاح گرفته کشور شما رو اشغال کرده. دین نگفته که شما مثلا بگی سر کله اونو بشکن که تو کافر هستی، نصرانی هستی، یهودی هستی. اینو در هیچ جای دین نگفته. اگر همین جورج یا مایکل در کشور ما زندگی بکنه بهش میگن اهل ذمه. یعنی چی؟ به خاطر درس اومده، به خاطر تجارت اومده، اصلا از ظلم و ستم کشور غربی فرار کرده، مثلا در کشور ظلم و ستم است، فرار کرده اومده در کشور اسلامی کیملیک اقامت گرفته، در اونجا زندگی میکنه. این میشه اهل ذمه بهش میگن. اهل ذمه به کیا میگن؟ که در سرزمین اسلامی زندگی میکنن، یهودی، نصرانی، از هر دینی که باشن، اینها به اندازه حقوق دارن در سرزمین اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که هر کسی یک ذمی را به ناحق بکشد بوی بهشت هم به مشامش نمیرسد. ببینید چقدر وعید سخت است. این به این معنی نیست که ما بگیم ما ولا برا و نمیدونم فلان و اینها، دوستی با مسلمان ها و دشمنی با کفار، بس هر جایی که کافر است ما بزنیم گردنشو. نه، این اسلام نگفته. هر کافری که با مسلمان ها در جنگ است، در سلاح به دست گرفته، کشورت رو اشغال کرده، به تو حمله کرده یا به برادر مسلمان تو حمله کرده، مثلا حالا کسی بگه که همه این کفار که مثلا در روسیه زندگی میکنن همه اینا کفار محارب هستن چون که روس‌ها در سوریه با مسلمان ها رو کشتن. ببینید این غلط است. الان نصف مردم روسیه، شاید نصف بیشترشون، با سیاست های پوتین مخالف هستن، کاری از دستشون بر نمیاد. اگر تظاهرات هم بکنن دیدید که چگونه سرکوب میکنن. پس ما نمیتونیم همه مردم روسیه رو بگیم که کفار محارب هستن. اما وقتی که روس ها میان در سوریه با سلاح و مهماتشون میان در اونجا شروع میکنن با جنگ با مسلمان ها، در اونجا اینها کافر محارب هستن که اونها دستت میرسه بکش، بزن، گرده، هر کاری هم میخوای باش بکن، چون این کافر محارب است، در حالت جنگ است. به همین دلیل وقتی که شما در جای درس میخوانید، در جای زندگی میکنید، حالا شرایط اومده شما رفتید مثلا در کشور اروپایی زندگی میکنید، همسایتون هست، مغازه‌دار هست، نمیدونم صاحب کارتون هست، نه اینکه با همه اینا شما باید دشمنی داشته باشید، بلکه بالعکس باید اونها از اخلاق و رفتار شما به عنوان یک مسلمان متأثر بشن. و وقتی که اشخاص بپرسن که مثلا این رفتار خوبی که با ما میکنی سببش چی است، شما باید به اونو توضیح بدی که اینو دین ما به ما گفته، اینو پیغمبر ما به ما گفته، قرآن ما به ما گفته. یک جای بودی که پیرمرد معلوم بود که یک انسان سیکولاری است، در یک جایی مثلا صندلی من خالی کردم تا ایشون بشینه، خب تشکر کرد و فلان، گفتم که پیامبر ما به ما امر میکنه که، خارجی بود، پیامبر ما به ما امر میکنه که اگر ما به پیرمردهایمان احترام نگذاریم و با کودکانمان شفقت و مهربانی نکنیم ما از امت او نیستیم. یا نص حدیث شاید اینطوری باشه که لیس منا من لم یرحم صغیرنا او یعقر کبیرنا، کما قال صلی الله علیه و سلم. وقتی اینو گفتم
برگشت گفت واقعا راست میگی اینو؟ گفتم بله اینو رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته. گفت چه دین خوبی هستین، ای کاش همه مسلمان ها اینطوری فکر بکنن. اونجا متوجه شدم ببینید چقدر بعضی از مسلمان ها تصویر ذهنی زشتی از اسلام دادن به غیر مسلمان ها. در خیلی از کشورهای اروپایی و کسایی که اونجا زندگی میکنن میدونن منظور من چی است. مسلمان ها معروف به دروغگویی هستن، مسلمان ها معروف به فریبکاری هستن. چرا؟ چون واقعا این کارا رو کردن. پس کشورهای بزرگی مانند اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین که شاید 1/3 مسلمان ها بیشتر در اونجا زندگی میکنن، یک شمشیر هم کسی اونجا نزده. سبب اسلامشون چی بوده میدونید؟ اخلاق تاجر مسلمان. اخلاق تجار مسلمان سبب شد که اونها چی به اسلام قبول بکنن. با اخلاقشون مردم مسلمان شدن و امروز با اخلاق ما مردم کافر میشن. من اینجا یکی از سوالات هست، این لیستی که دوستان برای من فرستن، بیننده‌ای گفته که از افغانستان است، برادرش حافظ قرآن، نمیدونم پدرش ملا، میگه من از اسلام بیزار شدم به خاطر یک سوالی که پرسیدم از یک ملا و برخوردی که با من کرد. مثلا امروز جوان سوشال میدیا میگرده، در اینترنت میگرده، امروز دنیا تبدیل به یک دهکده کوچیک شده، شبهه براش پیش میشه، میره پیش مناسب. والا برای من شبهه پیش اومده که خدا چطور به وجود آمده. این سوال است، طبیعی است، سوالی برایش ایجاد شده. بعد ملا برو گم شو، کافر شدی، مرتد شدی، برو بیرون. یا زمرت ورکشد خرزوی فلان، 4 تا فوش هم ملا بهش میده که تو اومدید این شبهه رو داری، تو داری شبهه مطرح میکنی، کافر مرتد. خب اینو بدتر از دین بیزار میکنن. اصلا تالا اگر نیمچه کافر بود الان سوچه کافر میشود. بلکه باید بشینن براش واضح بگن، با دلیل، با بیان، با عقل، با علم، با قرآن، با سنت. والله یک آیه است در قرآن کریم، اگر هر ملحدی بیاد ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی الی آخر، آیه طولانی است که همه ظواهر طبیعی دنیا رو به رخ یک ملحد میکشه، میگه که در ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، میگه در همه اینها نشانه است برای انسانی که عاقل است. هیچ انسان عاقلی منکر خدا نمیشه. اما این روش، اسلوب، برخورد، این مهم است. به خاطر همین برادر عزیز، کسی که در جای درس میکنه، اما نکته آخری که باید در اینجا بگم که خیلی مهم است در قضیه ولا و برا و دوستی و دشمنی با کفار، این است که هیچ وقت دوستی با کفار در دل ما نباشد، در قلب ما نباشد. به این معنی که ما به اونا خیانت نمی کنیم، تجاوز نمی کنیم، دسترازی نمی کنیم، فحش نمیدیم، بیادبی نمی کنیم، به اونا حمله نمی کنیم، اما هیچ وقت محبت به یک کافر مانند محبت به یک مسلمان نباشد. هیچ وقت با آنها مودت قلبی نداشته باشیم، یعنی به این معنی که هیچ وقت انسان یک کافری رو برای یک مسلمان ترجیح ندهد.